این منی که امروز سنم هنوز به 18 نرسیده، افسرده و دپرسم. اکثر رفیقان منو مسخره میکنن، تحقیرم میکنن، میگن اون بچه شاشو رو ببین. من تو اتاقم عکس محمد رضا گلزار همیشه میزدم. همه به هم میگفتن که اون پسری اسکل، پسری گی، آدم مگه معاشق محمد رضا گلزار میشه؟ ولی من به حرفشون توجهی نمی کردم و به کار خودم ادامه میدادم. یه شبی که خیلی خیلی دلم گرفته بود از همه اطرافیانم، ناگهان یه حالی نوری رو احساس کردم و یه سرمایه عجیبی رو احساس کردم. نه ببخشید، گرمای عجیبی رو احساس کردم. اون کسی نبود جز رضا گلزار. اون زشت نبود، اون بچه خوشگل بود، اون بد نیست، اون عشقه. رضا عشقه، رضا گلزار زندگیه، رضا گلزار همه چی، رضا گلزار همه چی، رضا گلزار زندگیه. بچه محمد رضا گلزار اگر نیاز به قلب داشته باشه، کیا حاضرن قلبشونو بهش بدن؟ هولی مولی، چه خبرتونه واقعا؟ این همه قلب محمد رضا گلزار میخواد چیکار کنه؟ شما هنوز 18 سالتون نشده که تصمیم بگیرید که اجازه بدین قلبتون رو ادا کنید. حقیقتش من افسردگی داشتم، بعد همش تو خونه بودم. بعد دوستم گفت بریم پیش رضا گلزار. افسردگی داشتم تو خونه بودم، دوستم گفت بریم پیش محمد رضا گلزار. اگر افسرده‌ایم باید بریم پیش رضا گلزار؟ اصلا اونو بخیار، چه پسر خالم شده. آره افسردگی دارم. پاشو بریم پیش رضا گلزار. رضا؟ کدوم رضا؟ همون بازیگره دیگه، سوپر استاره. اینقدر باش راحتی؟ نه نمیام. گفت بیا بریم. گفتم نمیخوام. بعد گفتش که بیا بریم، گفتش نه نمیام. گفتم بیا بریم، گفتش که نه نمیخوام. حسنی میای بریم همون؟ نه نمیام. حسنی میخوای موهاتو اصلاح کنیم؟ نمیخوام. حسنی بریم پیش رضا گلزار، باعث شادمانی ما میشه، دیگه افسردگی نداریم. حسنی نه نمیخوام. دیگه گفتم بذار بپیچونمش دیگه. گفتم پول ندارم. گفت بیا بریم کرایت حسن با من. وای گلزار چی کار میکنه اصلا؟ ببین یک از این گلزار رو با رفیقای من معرفی کن، دنگاشون حساب نمیکنن. داره واسه محمد رضا گلزار جانفشانی میکنه، از جیب خودش کرایه میده. بریم پیش گلزار. گفتم باشه بریم. بعد رفتیم و آقا رضا اصلا با من یه جوری برخورد که مثلا انگار چند سال منو میشناسه. بغلم کرد چطوری عشقم، بوسم کرد. چطوری عشقم. ادامش. از شهرستان می اومدم به تهران. داداش تو الان باید زن و بچه داشته باشی، به فکر زن و بچت باشی، شکم اونا رو سیر کنی. ساعت 7 صبح روزها میرفتم مینشستم 7 جلوی صبح رستوران تا 9 شب که فقط ایشون رو ببینم، که بتونم فقط یک بار ایشون رو ببینم. چون من در فیلم توفیق اجباری از شخصیت ایشون خیلی خوشم اومد و خیلی باید متاسفانه بهت بگم که اون یه فیلم بوده و همش یه بازی بوده. هیچ بازیگری توی فیلم ها خودش نیست. چند دفعه تا حالا ایشون از نزدیک دیدی؟ انقدر زیاد بوده دستم درفته، شاید 130-140 بار دیدمش. 130؟ به خدا من دوست دخترم 130-140 بار ندیدم، اصلا به 100 نرسید. کلا کات شد، همه چی به هم خورد. 130-140 بار طرف دوست دخترشو 130-140 بار ندیده. 130-140 بار محمد رضا گلزار دیدی؟ چه آدم بیکاری هستی تو. 40 بار دیدی؟ حتی مثلا شده قبل کرونا من توی یه هفته 6 بار ایشونو دیدم. دقیقا این باعث شد عشق شروع شه دیگه. هی رفتم پیشش و هی بیشتر، حتی بار دوم که رفتم منو شناخته. عشق شروع شه. گلزار عشقه، گلزار زندگیه، گلزار بد نبود. میبینم که پر از آقای گلزاری. یعنی لباس،
اینجا کلا هم حتی ایشون امضا کردن. اوه، کلاه هم ایشون بله. امضا کردن. جای دیگه امضا نکردن؟ یه چیز ریزی هم دارم اینجا دستبندی که لوگوی آقای گلزار رو زدم. بین اینکه خودت موفق بشی و محمد رضا گلزار توی یه جشنواره بین المللی موفق بشه کدومو انتخاب میکنی؟ آقای گلزار موفق بشه. یعنی موفقیت وای، محمد رضا ایشون مهمتر. گلزار رو بله. به خودت ترجیح حسودی میدی. می‌شده. چرا؟ کاش من چنین طرفدارایی داشتم. موفقیت ایشون خیلی برای من مهمتره تا موفقیت خودم خیلی دوست دارم موفق باشم ولی ایشون در اولویت. بیشترین توقعت از محمد رضا گلزار چیه؟ من توقعی ازشون ندارم وای. چون که هر چی که بوده رو برامون انجام دادن. چی کار کرده برات؟ برامون انجام دادن. هوامونو دارن، همیشه پشتمونن، رومون تعصب دارن. پشتتون. هر چی بگم ازشون کم گفتم. شما اگر یه هدیه از محمد رضا گلزار بخوای اون هدیه چیه؟ کادو چی باشه؟ یه کامنت. چی بنویسه تو کامنت؟ چقدر طرفداراش به کم راضین. واقعا هواداران رضا گلزار چقدر به کم راضین. حاضرن یه کامنت برشون بذاره. رضا جان، از همین تریبون اعلام میکنم، ازت درخواست میکنم که واسه طرفدارات حتما کامنت بذار. اینا تشنن. معلومه چقدر خشکی کامنت نمیذاری، بچه‌ها نکن. آرزوشونه یه کامنت واسهشون بذاری. دنیای بدون محمد رضا گلزار رو میخوام برام تصور کنید. آخه اونجا گریه میکنم. چرا؟ تصورش خیلی سخته خب واقعا. ایشون نباشن منم نیستم. چی شد؟ بزرگ داره گیم. بچه ها تصور اصلا واقعی نیست. تصورش هم سخته. ایشون نباشه منم نیستم. اون خانوم نگفته، دوستان مشاهده میکنن که چی شد الان. طاقت فرسا اصلا نمیشه، دوام نمیاری. اون دنبال کامنته. کامنت میخواد. نمیتونی. بفهمید. کامنت اصلا بذارید. نمیشه. نمیشه دیگه. کامنت نذاری نمیشه. کامنت خیلی بذارید. سخته. شما خانوم؟ نمیتونم تصور کنم، اصلا نمیتونم. زمانی که اینو مطمئنم به زور آوردن اینو نشوندن. این طرفدار رضا گلزار نیست. معلومه که گریه نمیکنه. این خیانتکاره. اصلا یه فن واقعی نیست. تصورش هم آدم نمیتونه بکنه. خیلی دنیای مزخرف میشه برای ما گلزاری. و کامنت میخواد بذاره زیر پستش. واسه همین گریه میکنه. واقعا اصلا خیلی بده دیگه. خیلی اصلا نمیشه واقعا تصور کرد. شما چی آقا؟ هوادار 11 ساله. واقعیتش من اصلا 11 سال هوادارشه. تو این 11 سال اگه تلاش میکردی پول نمیآوردی الان زن و بچه داشتی. قیافه‌شو ببینید. طرفداری اینا رو ما میذاریم کنار. من اصلا کلا یه جور وابسته بهشون شدم. اصلا نمیتونم اسکل تو باید وابسته به درکش زنت کنم بشی. که مثلا این چنین چیزی رو بخوام به خودم بفهمم چنین چیزی نیست. اصلا نمیتونم. هر لحظه بهش فکر میکنم قطعا حالم بد میشه. حتی ایشون حتی مسافرت میره، ما حس میکنیم توی تهران نیست، حالمون بده، یه مقدار دلمون. بچه ها رضا گلزار امروز از تهران رفته بیرون. وای خیلی بیکارید. خیلی بیکارید. اسم برامون تهران یه جور سیاستا بخواد برگرد از مسافرت پیشون حق میدیم بره به کار زندگیش. تهران بدون تو. واقعا تهران بدون تو تهران نیست. رضا گلزار. اون موقع دیگه دنیایم برای من نیست. وای این کجا یعنی بود؟ کلا تموم میشه دنیای منم. الهی که تمام نشه. الگوی آدم دیگه بین ما نباشه. درسته که واقعیت زندگی رو هم نمیشه انکار کرد.
اون روزا برای بچه، همه ما درستون رو گلزاری بخونید. روزای به شدت سختی خواهد بود، اما من به شخص تلاش میکنم که راهشون رو ادامه بدم و تمام توصیه‌هاشون رو تضمین بدم به زندگی شخصیم تیشرت و رو ببین. اسمشون رو جاودانه نگه دارم. دنیایی نمیمونه با این دیگه. بیرون چون میری من کسی انقدر کارت به نداره، آقا رضا خوش نمی‌دونه. وابسته شدم. من 4 سالی که طرفدارشونم. انقدر وابسته شدم که دنیای میگم چقدر میگم چرا رضا گلزار ازدواج نمیکنه. وابستگی زیاده. بدون آقا رضا رو تصور میکنم اصلا افسرده میشم، به هم میریزم. خیلی سخته. من اصلا دیدم فکرشو بکنم که نه شما فکرش نکن. ای بخواد نباشه شما اصلا فکرشو نکن، نیستم اصلا منم زشته. دیگه. خالی هیچ اصلا از من حتی فامیلم هم مثلا بعضی وقتا اینجوری میکنن مثلا نمیتونم حرف بزنم. ولش کن. حرف نزن. عرض کنم که از نظر من جهانی که ایشون داخلش نباشن میشه یه جهان ناقص، یعنی یک چیز مثلا چه میگم یه رکن اصلی رو نداره. مطمئنم اینا پول گرفتن و اینجا صحبت کردن. من نمیم جهانی که توش محمد رضا گلزار، مگه بیل گیتسه، مگه استیو جابزه، مگه چه میدونم اون اسمش چی بود، مارک زاکربرگه، اون که ایلان ماسک، دنیا مگه انیشتین چه فایده ای داشته تا الان جز اینکه بچه خوشگل بوده؟ چه فایده ای داشته؟ میشه بهم بگی جهان بدون محمد رضا گلزار؟ جهان؟ یا تو نمیدونی جهان چیه؟ یا انقدر خنگی؟ من گفتم افسردگی داشتم، مثلا افسردگی مخت آقا رضا خوب شد. نمیشه. آیا از افسردگی رنج میبرید؟ آیا هر روز غمی در اندوهتان هست؟ آیا دیگر نمیتوانید بخندید؟ آیا لبهای خندونی ندارید؟ حتما محمد رضا گلزار رو از نزدیک ببینید. حتما فن پیج محمد رضا گلزار بشین. اگر تا امروز نخندیدید باعث این بودی که شما فن پیج محمد رضا گلزار نبودید. اگر همین الان زنگ بزنید 2 تا گلزار بهتون میدیم و اینکه یه تیشرت رایگان محمد رضا گلزار رو بهتون هدیه میدیم. پس معطل نکنید. تلفن 2 تا 6. حالا سوپر استار خدایی نکرده در دنیا نباشن، شاید ما از لحاظ جسمی زنده بمونیم بله. تا از چند لحاظ سالی روحی مردیم. ولی از لحاظ روحی دیگه لذتی از زندگی نخواهیم برد. لذتی از زندگی نخواهی برد؟ میخوای باش چیکار کنی وقتی میگی لذت زندگی از بین نبرد؟ چه کاری تا الان واسه شما کرده؟ چه کار مفیدی از دستش برآمده تا حالا واسه جامعه هنر کرده؟ بهترین مجری ایران کیه؟ محمد رضا گلزار. بهترین خواننده ایران کیه؟ محمد رضا گلزار. بهترین بازیگر ایران محمد کیه؟ رضا گلزار. بهترین الگوی ایران کیه؟ محمد. به افتخار چه دست؟ محمد رضا گلزار چه رنگیه کلا؟ چون تو هر عکس کلا دیدید این مجری هم ولکن نیست. رنگ چشای محمد رضا گلزار شما چیکار دارین؟ حالا شما هم داری فرق زیادروی داره؟ میکنید، سوالی نرید بپرسی. شما بگو. سبز مایل به بعضی موقع روشن. شما سبز نه یه کلمه بازی. چه رنگیه؟ آبی. شما سبز عسلی. سبز عسلی داریم. آره. شما میگی چه قهوه رنگیه؟ گوهی. من قهوه گوهی. موقع وقتی که دقت کردم چند رنگ هستن، یه رنگ نیست. آها رنگین کمان. آره رنگی کمونه. هر بار که میبینتش عوض میشه. آره دیگه یه جوری. بسیار عالی. شما فکر میکنم قشنگ مشخص این طرفدارش به زور آوردن شما؟ نشوندن که پر بشه. من توی دیدارایی که داشتم یه بار توسی بود، یه بار سبز واقعا. سبز و تیکه‌های آبی و سبز تیره داره توش. اصلا گلزار با همه فرق داره. سبز تیکه های آبی داره. مگه میشه سبز؟ مگه میشه یه چشم سبز ولی تیکه های آبی؟ اصلا هر حال خاصه. خوشگل ترین چشای دنیاست. تکه کلام محمد رضا گلزار چیه کلا؟ این فیلم به یادگار که میمونه. 10 سال دیگه چه میدونم دیرترش 15 سال دیگه تا بالاخره 5 سال دیگه، حالا نمیشه پیش بینی کرد.
ازدواج میکنی، بالاخره نیمه گم شدهت پیدا میکنی، جرأت داری همون حرفو بهش بزنی که بهترین چشمای دنیا مال محمد رضا گلزاره؟ خیلی ویدیو تاثیرگذاری بود. امیدوارم که رو شما تاثیر نگذاشته باشه و شما هم پر انرژی باشید. بچه تمام این حرفای من شوخی بوده با رضا گلزار عزیز و طرفداران عزیز و دوست داشتنی که انقدر عاشقانه طرفدار رضا گلزار. حالا معلوم نیست این ویدیو واقعیه، دروغه یا الکی ساختگی، مثلا یه داستانی واسه رضا گلزار بسازن که طرفداراش انقدر هوادارش هستن. ولی مطمئنم که هر کسی، هر بازیگری، هر شخصیت سلبریتی انقدر طرفدارا داره، انقدر هواداران داره که با خاطرش حاضرن این کارو انجام بدن. قصد توهین نباشه. من فقط یه شوخی کوچولو کردم. اگه چیزی گفتم، حرفی زدم، ناراحت شدین ببخشید. و اگر ویدیو دوست دارید که من با بقیه هم شوخی کنم، آقا من با همه شوخی دارم. آقا توی ویدیوی من قرار بخندید، قرار من با اینو اون شوخی کنم. اگه دوست دارین که چنین برنامه ادامه داشته باشه، ویدیو بیشتر بذارم تو این راجع به همین موضوعات، حتما دکمه لایک رو بزنید. حتما تو کامنت بگید ایده، نظر، چیزی دارید، حتما بگید چه ویدیویی بسازم، ویدیو چطور بود. اگر طرفدار رضا گلزار هستید حتما تو کامنت بنویسید، فوش فقط ندید. اگر دوست داشتید و اگر اولین بار منو میبینید، حتما کانال من سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله هم کنارشم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشید و ویدیومو ببینید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. موچ بهتون. پیس. هی با خودم میگم شاید تو دیگه منو اسممو نیست. بگو پس من کی خستم از هر کی که نمیتونه ببینه منو تو. گیرم که رفتی چشماتم بستی منو یه آروم میشی باشه بود. دم میزدی از پس دونستم تو رو از دست میدم. یه روز این عکس‌ها رو به خودت پس میدم. میدونستم به خودم بد کردم. بگو تو کیه که داره هوا تو میمیره اگه نبینه تو دیوونگی. شبا یکی میاد تو خواب آدما میگن میاد اون که رفته پیش